امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزای خیلی خوبی رو سپری کنید. بچه‌ها من کلا تو عمرم 2 بار رفتم اصفهان. یه بار که خیلی بچه بودم، ولی مثلا یادمه که ما یه شب بود که رفتیم اصفهان، بعد مثلا یه جشنی چیزی، یه حالت جشنواره اونجا بود و اینا خیلی خوش گذشت. ولی خب هر جایی که می‌خواستیم بریم دیگه شب شده بود و همه جا بسته بود، کلیساها اینا همه جا بسته بودن، بعد نتونستیم هیچ جایی رو ببینیم و خیلی گذرا رفتیم. یه بار دیگه هم با دوستام رفتم که تقریبا همین موقع‌های سال بود و خیلی سرد بود، بعد منم که از سرما متنفر فراری، خیلی بهم سخت گذشت. خیلی خوش گذشت ولی خیلی سخت گذشت به خاطر اون سرمایه، انگار لذتی نداشت اونجوری برام. من یه دوستی دارم مهسا که دوست خیلی خوبمه، مهسا اصفهانیه. بعد داشتم واسش تعریف می‌کردم که آره من نسبت به اصفهان مثلا کلا یه ذره بدفازم سر این که اونقدر مثلا اون یه شهری نیست که توش بهم خوش گذشته باشه. بعد بهم گفت که تو باید مثلا با یه اصفهانی باحال بری اصفهانو بگردی، که منظورش خودش بود. الان مهسا اصفهانه و مامانش چند روز پیش اومد تهران. امروز من دارم با مامان مهسا برمیگردم اصفهان. الان من همه کارامو کردم و سلامو جمع کردم، 1 ساعت و ربع دیگه بلیطمونه، ولی من واقعا نیاز دارم که 20 دقیقه بخوابم. واسه همین قبلش گفتم بیام اول ویدیو رو بگیرم و ببینیم که یک ولاگ جالبی میشه از اصفهان در برد یا نه. نداشتم بگم در دولت گرم و کردی، فقط لطفا تاکسی بودم دولت. بعد سوار که شدم گفتم خودی چرا دولت چقدر قشنگه. آره گذشت تا اینکه خدا رسیدیم به اینجا سر اسم و این دولت همشون ذهن من بود. بعد پیشنهاد دادم به نگاه، گفتم که آره این دولت قشنگه و بریم دنبال معنیش. رفتیم که او حافظ کلی استفاده کرده، سعدی استفاده کرده و معنی خوبش و معنی بد که نبود، معنی خوبش و لغتش که از حال بد به حال خوب رسیدن. گردش حال خوب، یعنی اگه من حال خوب دارم نگهش ندارم، یا اگر پول دارم نگهش ندارم واسه خودم. اینا آره منتقل بدم به یه نفر دیگه، بدم به یکی دیگه، حال بدم به یکی که یه نفرم به من حال بده و این برام خیلی قشنگ شد. بعد گفتم اوکی بذاریم و گذاشتیم. خب اولا فکر کردم باز خورد و بعد باشه مثلا دولت بده، ولی بعد دیدیم نه انگار قشنگ شد. آره و جواب داد و چسبید. آره و اون دولت آره اینا خیلی دولت همون حالی که اینجا هست مثلا وقتی که بچه ها حالشون خوبه آدم میاد کاملا میفهم. دقیقا کاملا میشم دقیقا. آره و تا این که حالا مثلا متاسفانه یه اتفاقی افتاده یه ذره این حالت اینا بازم همین آره خیلی دسته. آره دقیقا. خلاصه که ما دوست داریم حال خوب با همه شعر بشه و همه حالشون خوب باشه. گالری قبل اینجا یه حالت دکان که نه یه ویترین کوچیک بود، چند تا هنرمند میومدن اون دست‌سازهاشون می‌ذاشتن. بعد گفتیم یکم بزرگترش کنیم، یکم قشنگترش کنیم. اونجا گرفتیم و اونم شد دکان دولت و حالا هنرمندا بیشتر شدن، بازخورد بیشتر شد، ساختمش.
ولی این دقیقه همون سیکوزه نمیاد بهتر بشه، فکر نمی‌کردیم ولی فکرش هستیم چون ما به سالم نیستیم، اجاره هستیم کامل سالم به سالم هر جا بدیم، ولی فکر قشنگ‌تر کردن و بزرگتر کردنش. الان 2 روز بعد از برگشتن از اصفهانه. من 2 روز پیش برگشتم تهران، ولی خب خیلی چون کار داشتم این مدت درگیر بودم نتونستم پایان ویدیو رو بگیرم. امیدوارم که دوست داشته بوده باشین ویدیو رو تا اینجا. مرسی که تا اینجا دیدین. نظرم نسبت به اصفهان حقیقتش خیلی عوض شد. بازم نسبت به خود اصفهان انگار خیلی عوض نشد، همونقدر بازم چیزهایی که دفعه قبل اذیتم کرده بود دفعه اذیتم کرد. ولی سر اینکه این دفعه دوست داشتم که باهاشون حرف بزنم، که باهاشون وقت بگذرونم و میدونی کلا هر جای دنیا که آدم‌هایی باشن که بهشون اهمیت میدی و بهت اهمیت میدن، به نظرم میتونه بهترین تایمی باشه که میگذرونی، فارغ از اینکه کجاها میرین دقیقاً و چه جاهایی رو میبینین، چجوری واسهتون پیش میره. حتما لازم نیست همه چی پرفکت باشه، همین که اون آدم‌ها کنار تو هستن به نظرم خیلی همه چیز رو بهتر میکنه. خیلی دوستتون دارم، خیلی مواظب خودتون باشین. باز هم مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. خدافظ.